آیا جنگ غزه سبب بیداری؟ من در یکی از برنامه مفصل در این مورد صحبت کردم. یقینا که جنگ در غزه خیلی از شعارهای توخالی حقوق بشر و آزادی بیان و این مسائلی که وجود داشت رو برملا کرد و حتی خود غربی‌ها شناختن که حکومت‌هایشان، پارلمان‌هایشان، سیاست‌هایی که در اروپا و آمریکا بوده و سالها به مردم شعارهای دروغین دادن، همه اینها پوچ و توخالی بوده و هیچ ارزش معنوی نداشته. چون دیدیم که همه این شعارها و همه این ارزش‌هایی که اینا سالها داد و بیداد را انداخته بودن، گوش جهانیان رو کر کرده بودن، وقتی که قضیه فلسطین به میان آمد همه اینها در اینجا شکست و خرد شد و از بین رفت. به خاطر همین قضیه غزه، بعضیا میگن که خب چه امروز 10,000 نفر کشته شدن، غزه کاملا ویران شد، نتیجه چی بود؟ نتیجه هزاران نفری که امروز در جهان مسلمان شدن، هزاران نفر مسلمان شدن و این هزاران نفری که در جهان مسلمان شدن، تأثیر این بر اسلام، بر جوامع غربی طی سالهای آینده آشکار خواهد شد. قضیه فلسطین یک بار دیگر در جهان زنده شد. همین دیروز فرانسه دشمن اسلام اعلان کرد که دولت فلسطین رو به رسمیت میشناسه. و این چی است؟ تأثیر افکار عمومی و رسانه ها بر روی سیاستمداران و دولت مردانی که گرچه نمیخواهند اما مجبور میشن که دولت فلسطین رو مثلا به رسمیت بشناسن. و این تاثیرات زیادی داشت در بین خود مسلمان ها. یک بار دیگر برای اولین بار بعد از سالها دیدیم که مجموعه‌ای از علمای جهان اسلام جمع شدن و فتوای نفیر عام یا جهاد عمومی، بسیج عمومی بر علیه اسرائیل صادر کردن و این خودش یک تحول خیلی مهمی است. ما بعد از سقوط خلافت عثمانی همچین صحنه‌ای رو نداشتیم که علمای جهان اسلام در یک جای جمع بشن و اعلان بسیج عمومی و نفیر عام بر علیه اسرائیل بدن و این یک تحول خیلی مهمی است. شاید بله 10,000 نفر به شهادت رسیدن، خانه ها خراب شد، اما معیار پیروزی در اسلام در کشته شدن، در خراب شدن، در نابود شدن نیست. شاید معیارها فرق بکنه. در پیش مثلا بعضی از کشورها معیار عزت و شرف و پیشرفت این است که غلام باشن، بله ساختمان‌های بلند داشته باشن، ملتی مرفه داشته باشن، اما غلام باشن. امروز خیلی از کشورها هستن در ساختمان‌های شیک، در یک فضای خیلی لوکس دارن زندگی میکنن، اما غلامن. چیزی به اسم عزت و شرف و این چیزا اصلا وجود نداره در نزد اینها. اما میبینیم که سربلندی و عزتی که مردم غزه در اون زندگی میکنن، با وجود این همه ظلم، این همه جنایت، این همه خوناشامی که با اون مواجه شدن، امروز میبینیم که در غزه مردم از زیر آوارها بلند میشن و الله اکبر میگن. این عزت و شرف و مجد و عظمت مفت به دست نمیاد. در مقابلش خرابی هست، در مقابلش زخمی شدن هست، زندان رفتن هست، کشته شدن هست و کسانی که به دنبال مجد و عظمت هستن این چیزها رو باید تحمل بکنن.